دوستان سلام، شب و روزتون به خیر و شادی. آقا این قضیه $2,000,000 بد جوری تو نظام بالا گرفته، یعنی معلومه زهر به جای حساس رسیده و اعضا و جواره نظام آشلاش کرده. $2,000,000,000 اموال ما توسط آمریکا خورده می شود و آقایان به جای فریاد کشیدن بر سر دشمن آن را به یکدیگر پاس می دهند. با یه مثال ساده گیجی مورای نظامو تو این وضعیت قاراشمیش توصیف کرد. آره دیگه، همه در حال پاسکاری هن. دلواپسات جیغشون در اومده و شب و روز دارن از برجام مینالن. گریبان نفاق جدید و کاسبان برجام را باید همینجا گرفت. آیا اعتماد در حد $2,000,000,000 به آمریکا خطاست؟ که حتما خطاست، اما اعتماد کلانتر و بزرگتر به رژیم آمریکا در توافق برجام و خسارت‌های اساسی به برنامه هسته‌ای که ارزش امروزین آن $30,000,000,000 ارزیابی می شود خطا نیست؟ از اون طرف شیخ فری که بدجوری اما مش پریشون شده انداخته تو خط آهناله‌های نمایشی تا اینجوری دهن دلواپسا را ببنده و بهشون بگه مثلا منم دارم به آمریکا اعتراض میکنم. روحانی: باید حواسمان جمع باشد که چه کسانی این پول را در محلی قرار داده‌اند که آمریکا امروز نسبت به آن دستاندازی داشته باشد و باید پاسخ این سوال داده شود که چرا بعد از آن همه هشدارهایی که در سال 2007 و 2008 داده شد اقدامی انجام نگرفته است. از اون طرف جواد ظریفم شروع کرده به نامه‌نگاری برای سازمان ملل و یورتمه رفتن تو جاده دیپلماسی التماسی. اما از اینا که بگذریم، حرف اصلی شیخ فری و باندشو باید از زبون یکی مثل لاریجانی شنید. علی لاریجانی: با امضای برجام تغییرات مثبتی صورت گرفته که باید آنها را دید. بسیاری از بانک‌ها در حال داد و ستد با ایران هستند. دوره سخت جمهوری اسلامی در حال سپری شدن است. برجام تصمیم درست مجموعه نظام بود. خب اینو نگی چی بگی؟ زهر رو که عظما خورد، قلب عراکم که در آوردید، سانتریفیوژام که شد آب میوه گیری. خب دیگه راهی واسه برگشت ندارید که، واسه همینم مجبوری بگی برجام تصمیم درست بود. حالا بریم حرف خامنه را از زبون نماینده نمره موقتش بشنویم. از اول پیروزی انقلاب تا امروز هیچ موضوعی به اندازه برجام تندروی دو طرفی نشده. یکی میاد میگه در طول 100 سال اخیر موفقیت بی سابقه است، یعنی از انقلاب اسلامی هم مهمتر. میایم این طرف میگه بابا خیانت شد، یا تعبیر باخت مطلق میکنن، یا بابا کشور رفت. اعتدالی که شعار از شعار خوبی هم هست، همه جا خوبه، اما هیچ کی اینجا نمیاد سراغ اعتدال. این ولی فقیه فلک زده هم چاره ای نداره جز این که ماهی رو از کمرش بگیره. چی بگه؟ اگه بگه غلط کردم، زهر خوردم که ضایع میشه. اگه بگه برجامم خوشمزه بود که دلواپسا میریزن سرش. اینه که هی به این در و اون در میزنه. خلاصه که کل نظام افتاده تو تونل برجام، تهش هم هیچ چیزی نیست جز دره سرنگونی.